امروز انشاءالله مستوى یک، یعنی طالب علمی که علاکه از لغت عربی آگاه است و 1 سال تعلیم گرفته است، چگونه و چی کتاب ها را خواند. باید طالب علم حفظ قرآن را داشته باشد، یعنی به حفظ قرآن اهمیت دهد و خوب است که همراهی حفظ قرآن هم به خواندن متنها، یعنی یک جایه خواند. مثلا بعد نماز بامداد اگر 1 ساعت برای حفظ وقت جدا کند، اینچنین بعد عصر 1 ساعت برای حفظ جدا کند و 1 ساعت دیگر برای تکرار حفظ کرده هاش، یعنی به قرآن کریم در روزش اگر 3 ساعت جدا کند بسیار عالی هست. با همین میتواند در مدت کم حافظ قرآن شود، یعنی اگر هر روز 3 ساعت به قرآن وقت جدا کند و وقتی باقی مانده را که انسان 24 ساعت دارد در یک شبانه روز، باقی مانده وقتها را به خواندن و مطالعه کردن دیگر کتابها صرف میکند و کتابها در عالم اسلامی خیلی بسیار است و همه آن کتابها را برای خواندن عمر انسان نمیرسد. لیکن هست کتابهایی که با وجود خرد بودن حجمش کتابی پرمحتوا هست، تیزتر به مقصد میرساند. شاید 100 کتاب رو میخوانید، اون فایده هایی که از اون 100 کتاب برداشت کردید مثل این یک کتاب نیست. عالم ها مثلا خوانده از تجربه نوشتند که فلان کتاب بسیار کتابی مفید هست، به حیات من تأثیر گذاشت. هر کتابی که امروز انشاءالله برای شما ذکر میکنیم این کتاب هایی است که علما این کتاب ها را مدح کردند، ستایش کردند، تعریف کردند و ترغیب کردند برای خواندن این کتاب ها و شرح و معنی آن، حفظ آن. و حالا باشد به مستوی 1 شروع میکنیم. مستوی 1. اما اون درسی که در نوار کهنه بود اون مستوی تمهیدی هست، یعنی آماده شوی. این مستوی 1 است. خب در مستوی 1 یکمین کتاب الحائیه. نام کتاب حائیه نسبتاً به حرف ها. برای چی؟ برای آنکه این منظومه هست. ناظم صاحب کتاب علم عقیده را در شکل نظم در 33 بیت، یعنی کتاب کلان نیست، یک ورق است، یعنی صحیفه اول و صحیفه دوم، یک صحیفه است، 33 بیت دارد. در همین 33 بیت عقیده مسلمان را جایگیر کردم. بسیار منظومه پرمحتوا هست و اصول علم عقیده را در این کتاب جایگیر کردم. صاحب کتاب ابوبکر ابن ابو داود سجستانی، صاحب سنن ابن ابو داود، ببینید متقدم هست، در سالهای 200 زندگی کردگی هست، هم عصر امام بخاری و امام ترمذی و امام احمد است. و وقتی که این کتاب حائیه را انشاءالله شرح میدهیم در نوبت خود، بعد در آنجا قاید مصنف صحبت میکنیم درباره ترجمه حال ایشان. خلاصه این 33 بیت شعر است. ابتداش تمسک بحبل الله و اتبع الهدى. تمسک بحبل الله، بر اسمان الله تعالی چنگ زن، یعنی به قرآن کریم چنگ زن. و اتبع الهدى، و پیروی از هدایت کن، پیروی از سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کن. روی به قرآن و روی به سنت بیار، یعنی از منبع علم و از منبع و سرچشمه اعتقاد بیان کردن، چون که این اصل علم عقیده هست. از کجا علم آموزیم؟ امام بخاری هم کتاب بدء الوحی گفتن در ابتدای کتاب صحیح بخاری، کتاب آغاز وحی. این وحی یعنی شریعت ما که وحی است، خبر آسمان است. از کجا آمد؟ این نوشته یک انسان نیست، این وحی است از جانب الله تعالی نازل شده است. خلاصه اولین کتاب این کتاب حائیه از آن ابوبکر ابن ابو داود سجستانی است که عبارت از 33 بیت است، عاید علم عقیده است. کتاب دوم الاربعون نوویه، 40 حدیثی که امام نووی جمع آوری کردند. نامش 40 حدیث است ولی 42 حدیث دارد و مع زیادت ابن رجب و همراهی زیاده حافظ ابن رجب. حافظ ابن رجب رحمت الله علیه بعد امام نووی آمدن کتاب را مطالعه کردند، کتاب برایشان پسند آمد، 8 حدیث دیگه اضافه کردند و 50 رسانیدند. یعنی حدیث کتاب الان 50 حدیث دارد.
برای اینکه 8 حدیث دیگر حافظ ابن رجب اضافه کرده. این کتاب برای چی است؟ این کتاب جامع است. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم اوتیت جوامع الکلم گفتن من سخنی جامع داده شدم. واقعا تمام حدیث هاشون جامع هست، لیکن جامع ترین حدیث ها را در اینجا از هر فن جمع آوری کردم. حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم لفظ های کوتاه دارد ولی معناهای بسیار دارد. اگر یک حدیثش را آموزید قریب که یک فن را می آموزید. بنابراین در این کتاب 50 حدیث است در علم های گوناگون. یعنی اگر طالب علم این کتاب را حفظ کند و فهمد، او گویا که از تمام باب از بابهای علم معلومات دارد. و این را خود حافظ ابن رجب بعد شرح دادن در یک جلد ضخم، نامش را جامع العلوم والحکم نامگذاری کردند. یعنی این کتابی است که جامع العلوم، تمام علم ها را جمع کرده است و حکمت ها را جمع کرده است. واقعا بعضی علما ممکن این کتاب نامش به مسمایش موافقت میکنه، یعنی نام کتاب به کتاب موافقت میکنه. واقعا جامع العلوم والحکم گفتند. علم ها و حکمت ها را در زیر این کتاب حافظ ابن رجب جمع کرد. یعنی 50 حدیث را شرح دادن، بسیار شرحی فراوان، نقل از صحابه ها، تابعین، امام ها. یعنی کتاب پرمحتوا است، سخنی خالی نیست، همش نقل است. بسیار کتاب پرمحتوا. سیومین کتاب تحفة الاطفال. این کتاب عبارت از 61 بیت است، اینم نظم است. این آیه علمی تجوید است. کتاب دومی آیه علمی حدیث بود، ولی علم فقه، علم عقیده، علم آداب، علم مثلا رقائق، بسیار علم ها را در بر می گرفت، برای اینکه عبارت از حدیث که است ولیکن در زیر علم حدیث می درآید. یعنی کتاب یکمین عقیده بود، کتاب دوم کتاب حدیثی بود، کتاب سوم تجوید، یعنی قاعده های درست تلاوت کردن قرآن. الله تعالی میگه که ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن رو با تجوید قرائت. وقتی که انسان قرآن میخواند باید چه خیلی که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرائت کردن همون گونه قرائت کنند، یعنی با تجویدش. و این 61 بیت تقریبا اکثری احکام تجوید را مصنفش در این بیان کردن. حتی نامش را تحفة الاطفال موندیه. این کتاب یک تحفه برای طفل ها، یعنی با یک لفظ های ساده و سبک نوشتند و نامش هم این کتاب گفتن تحفه برای طفلک ها، برای کودک ها، تا اینکه حفظ کنند در ایام خردسالی و طبق تجوید قرآن حفظ کنند. و چهارمینش منظومه البیری از آن ابی اسحاق اندلوسی. این عبارت از 115 بیت است. آیه علم آداب و فضیلت علم است که ما این را در سال گذشته شرح داده بودیم در شبکه بیان، در شبکه رشد نوارهایش هست. عبارت از 12 ساعت درس است، در 12 حلقه شرح دادیم. منظومه البیری آیه آداب است چه خیلی گفتیم. و این 4 کتاب شد، یکی آیه علم عقیده، دیگری آیه علم حدیث، سومی آیه علم تجوید که به علوم قرآن شامل است و چهارمین آیه علم آداب. این 4 کتاب را به طالب علم به مستوی 1 انتخاب کردیم. این را طالب علم در مدت 2 ماه هم حفظ میکند هم خوانده تمام میکند. اسلوب خواندن چه خیلی است؟ یک عباره را میخوانید، کلمه هایی که برایتان غریب است یعنی نمیدانید معنایش را مینویسید در یک دفتر. بعد از استاد پرسان میشد که معنای این کلمه چیست، در روبرویش معنای کلمه را مینویسید. یعنی لغت های نو را حفظ میکنید، درست متن را به استاد قرائت میکنید، چون به استاد اگر که خواندید خطا میخوانید، بعد حفظ که کردید خطا حفظ میکنید. بعد این خوب نیست و مردم یک عباره عربی را یک داملای کلان است، یک کلمه فقها را تلفظ کرده نمیتواند. فقها میگه، علما میگه، یا لام دیگه اضافه، علما هست، فقها هست. کلمه ها را
درست تلفظ کرده نمیتونید وقتی که به استاد میخوانید. اما استاد برای چی؟ استاد برای اصلاح است. وقتی خطا میکنید استاد اصلاح میکنه. بنابراین یکی از بهترین اسلوب علم آموزی این است که طلبه قرائت میکند، استاد گوش میکند. چون استاد خطاگی را تیز اصلاح میکند. گوشش تراشیده میشد اگر وقتی که عباره را خطا میخوانید. و این اسلوب امام مالک بود که حدیث را امام مالک خودشون نمیخواندند و شاگردها قرائت میکردند، امام مالک گوش میکردند و همین گونه علم میدادند به مردم. وقتی که خواندید، درست قرائت که کردید، درست ترجمه کرده تانستید، بعد حفظ میکنید. هر یک مثلا اگر بیت باشد، هر یک بیت را 20 مراتبه میخوانید، همین حفظ میشد. بعد وقتی که متن را پره همش را هم با 20 مراتبه میخوانید، با همین حفظ میشد. بعد از آن مثلا این در نزد استاد میخوانید، استاد شرح میدهد. بعد این مرتبه این مستواها که تمام شد، بعد آینده خودتون با شرحهای دیگر، شرحهایی که یک کتاب چندین عالم ها شرح دادگی هستند، شرحهای همه را میخوانید، در یعنی شما علم زیاد جمع میشد. یعنی یک عباره را هر کی شرح میدهد، یکی شرح مفصل، یکی شرح مختصر، یکی شرح میانه، شما از کتاب‌های آنها بعد برداشت میکنید. در عین حال فقط لفظ را، متن را حفظ میکنید، ترجمه میکنید، یعنی آن چیزی که میخوانید فهمید بس است، حفظ میکنید، میفهمید، تمام. شرح وسیع و کتاب‌های شرح آن را خواندن شرط نیست در ابتدا. این مستوای یکم بود که در 2 ماه اگر طالب علم با جد و با اجتهاد این متن‌ها را خواند، در یک روز مثلا اگر بیت باشد 4 بیت، اگر حدیث باشد 4 حدیث حفظ کند، همین گونه این را در مدت 60 روز یعنی 2 ماه مستوای یکم را این 4 کتاب را به آخر میرساند.